سلام، بیگدلی هستم، مدرس طراحی لباس از مرکز آموزش خانه صنعت اومد. امروز میخوام بهتون جنسیت پردازی جین رو یاد بدم با آبرنگ و مداد رنگ. چند نوع آبی درست کردم توی پالتم که بعد با هم ترکیبشون کنم و آبی به دست بیارم که میخوام رنگ جینم در بیاد از توش. یعنی شما میتونید آبی کربنی، آبی کم رنگ و یه مقدار مشکی رو با هم مخلوط کنید و اون رنگی که مناسب اون رنگ لباس جینتون هست به دست بیارید. سعی کنید تیره ترین رنگی که توی این قسمت لباس میبینید رو شما درست کنید. یعنی اون آبی سرمه‌ای که توی شلوار دیده میشه رو من میسازم، چون قراره لکه های تیره بذاریم و به سمت نور یا به سمت سنگشور شلوار کم رنگش کنیم. خب من رنگی که مد نظرم هست رو ساختم، میام توی قسمت تیره لباسم رنگمو شروع میکنم به صورت لکه‌ای گذاشتن. این قسمت زیر کمر، زیر کمری شلوار، داخل جیب ها و قسمت فاق و خطوطی که توی فاق به صورت چروک دیده میشه. باز فاصله پاها، فاصله 2 تا پا بین پا، کناره روم به سمت پایین مچ پا، قسمت زیر زانو و همینطور به سمت پایین تا مچ. خب اینجا ما شلواری که داریم طراحی میکنیم یا رنگامیزی میکنیم دارای زاپ هست، زاپایی که روی شلوار هست. میتونم قبل از اینکه برم سراغ رنگ ها و بشورمشون و بهشون نور بدم، این زاپ ها رو با مارکر رنگ بدن بزنم که وقتی دارم با آبرنگ روشون کار میکنم زیاد با هم دیگه ترکیب رنگ نشه و ترکیب رنگ به دست نیاد. پس رنگ بدنم رو با مارکر میزنم که آبی که میاد روش با هم دیگه ترکیب نشه و یه رنگ سبز به دست بیاد. تمام اون قسمتی که رنگ بدن هست مارکر رنگ بدن میزنیم. حتی اون قسمت زیر ریشه ها یا پودهای پارچه من میام رنگ بدنمو میزنم. خب الان میتونم قسمت سایه‌دار شلوار رو شروع کنم به شستن به سمت نور، به سمت روشنایی یا روشن شدن تصویر. پس قلمو رو نمدار میکنم و روی لکه هایی که گذاشتم قلمو رو میکشم تا کم رنگ بشه. باید در نظر داشته باشیم که جنسیت جین جنسیتیه که انعکاس نور نداره. یعنی وقتی نور بهش میتابه انعکاس نداره، براق نیست، یه پارچه مات هست و لازم نیست که من سفیدی مقوا رو روی این جنسیت بذارم بمونه. پس سعی میکنم اگر قرار جایی روشن باشه یک
تون رنگی کمرنگی از آبی اونجا من داشته باشم. قسمتی که سنگشور شده، قسمتی که خیلی نور شدید خورده باشه، یه ته رنگ از رنگ آبی من خواهم داشت. فقط تنها رنگ سفیدی که من میتونم توی جین داشته باشم قسمت زابها و ریشه های پارچه ها هست. ریش شده های پارچه رو میتونم با گواش یا ژل پن سفید بیارم روی کار. دقت کنید تو جاهایی که لباس چروک شده خط چروک رو بندازید و به جهتی واقعا باشه که چروک تو لباس طبیعی میفته. یعنی الان من میخوام توی قسمت زیر زانو چند تا چروک بندازم، اون مفصل زانو رو در نظر میگیرم و چروک اون قسمت رو با خط میندازم روی لباسم. و چروک ها جهت دارن، بهش دقت میکنم، تعداد دارن، بهش دقت میکنم. همینجوری فقط چند تا خط نمیذارم به عنوان چروک لباس.